اسم من محمد حسین، نام فامیل مصورالملکی، متخلص به مصور. در سنه 1269 شمسی در اصفهان به دنیا آمدم. پدرم محمد حسن نقاش بود، پدر او زین العابدین نقاش و پدر او محمد کریم نقاش و پدر او هم نقاش بوده است. در سن 11 سالگی وارد کارگاه پدر شدم و در سن 14 پدرم فوت شد و پس از فوت پدر بدون استاد مشغول نقاشی شدم. دوران مشروطه را که سالی بعد شروع شد به سختی گذراندم. در 40 سالگی به فرانسه مسافرت کردم و در پاریس 6 ماه مشغول نقاشی شدم. از جمله مدتی نیز برای پروفسور پوپ کار کردم. پس از آن از راه مکه معظمه به ایران آمدم. پس از آن عیال اختیار کردم که ثمره آن 4 اولاد، 3 دختر و 4می که پسر است کمی نقاشی می کند. مدتی پس از آمدن از سفر فرانسه نمایشگاه لندن افتتاح شد که در آن تابلوی مینیاتوری که ساخته بودم به نمایش گذاشتند و ملکه انگلیس با دیدن آن دستور ساختن تابلوی دیگری به آن سبک را داد که آن را ساختم و فرستادم و یک مدال تاجگذاری ژورژ پنجم و ملکه به من اهدا شد. در سنه 1942 اوایل جنگ بین‌الملل از طرف مقامات انگلیس دستور ساختن تابلوی مینیاتور شکست محور و فتح متفقین به من داده شد که برای دولت انگلیس ساخته فرستادم. بعداً برای روزولت، استالین و چیانکایچک نیز تابلوهایی به سبک مینیاتور ایرانی ساخته فرستادم و چرچیل، روزولت و چیانکایچک تقدیرنامه‌هایی برایم فرستادند. در نمایشگاه بین‌المللی بروکسل تابلوی تخت جمشید و جنگ نادر و محمدشاه گورکانی برنده مدال درجه اول طلا با دیپلم شد. از طرف اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر یک قطعه مدال همایون به من اهدا شد. از طرف وزارت فرهنگ و هنر یک مدال درجه اول به من داده شد. از طرف وزارت آموزش و پرورش نیز مدال درجه اولی به من داده شد. قبل از جنگ در مدرسه کالج اصفهان تعلیم نقاشی می دادم. بعداً در مدرسه ارت کلیمی ها مشغول تعلیم شدم و حدود 15 سال قبل در مدرسه هنرهای زیبا به تعلیم نقاشی پرداختم. در کلیه رشته‌های نقاشی از قلمدانسازی، نقاشی روی پرده‌های چید، طراحی نقشه قالی و نقشه کاشی و شبیه سازی و مینیاتور سازی کار کردم. در ضمن در جوانی ذوق شعر داشته شعرهایی می‌سرودم. در خاتمه من و نویسنده نامه حسن کلیه دوستان را سلام رسانده موفقیت شما را آرزو می‌کنم. حاج مصورالملکی. حسن؟ بله کار داشتی؟ این نقشه را قلم گیر میکنی؟ قلم گیرش نمیکنم ولی رنگ آمیز بکنم من تو. این طرحها قدیمی منو که ساختم برو برده بیار من ببینم.
حاج آقا این تابلوی جنگ نادر واقعا مبهوت کننده است. ولی اینجور کارها 100 سال 200 سال بعد ارزشش معلوم میشه. 100 سال دیگه نمیخواد، همین امروز یکی از نقاشا نیست که بتونن یک سوم بشه. بله، مولای رومی میفرماد چون که زاغون خیمه در گلشن زدند، بلبلون پنهان شدند و تن زدند. چو کافرگون شد شبه موی من، ز غم تاخت پیری سپه سوی من. سپاهی ز اندیشه کردم روان، سوی نادر و جنگ هندوستان. بر این جنگ نادر بپرداختم، به پیری همه جنگ را ساختم. من از کلک چون خنجر آبدار، بر این صفحه کردم بسی کارزار. ز تیغ قلم بر سر انداختم، یلان را به یکدیگر انداختم. ز شمشیر اندیشه از پشت زین، دلیران فکندم به روی زمین. ز پیکان کلک اندرین رزمگاه، دریدم بسی سینه این سپاه. بر این جنگ بردم همه عمر رنج، پی نام نیکو نه از بهر گنج. شود پاک چون نقشم از روزگار، همین نقش ماند ز من یادگار. مصور چو باید روی زین سرای، ز تو نقش آن به که ماند به جای. 3 سال پیش دست راست مصور در اثر سکته مغزی فلج شد و از آن پس قادر به نقاشی نیست.